تو این مدار تک خطی ما یک فانکشن 87 تی رو داریم که داره با یک رله اشنایدر دیده میشه. این فانکشن یک فانکشن حفاظتی یا انسی کد حفاظتی از نوع دیفرانسیل هست. وقتی بحث دیفرانسیل مهندسین عزیز مطرح میشه باید سریع بدونید که قرار 2 تا آیتم با هم مقایسه بشه، 2 تا مقدار با هم مقایسه بشه که دقیقا اینجا هم همین اتفاق افتاده. یک نمونه جریان از این ور داره میاد، یعنی از قبل از این ترانس بزرگوار، و یک نمونه جریان هم داره از این قسمت داره میاد و میاد به همین رله 87 تی یا این رله اشنایدر من. این دوتا با هم مقایسه میشن. اگر اختلافی وجود داشته باشه از طریق این رله تشخیص داده میشه.